حالا در شیب بندی نگاه کنید، وسط کار پیدا میکنید، وسط کفشور 4 کنج اون گوشه وسط کار پیدا بود، با وسط کفشور 4 کنج علامت زدم. علامتو وسط کفشوره، یه قطن کاشی بالا اینجا. این میشه، اینو باید ترازش کنی. تراز که شد میشه چی؟ این الان شد تراز کار ما تو شیب بندی. بعد ما این سرامیکی که گذاشتیم رو کفش رو برش میداریم، میشه شیب ما. این شیب ما میشه. بعد از اینجا کفش رو سرامیک میذاریم اینجا به بالا، به کنج بالا ترازش میکنیم، سرامیک برداریم میشه شیب اینجا. همین. بعد یکی هم وسط اینجا میگیریم، این کنج، یکی هم عین همین سبکی. بعد موقع کار کردن هم از وسط کفشور باید کار بکنیم. یه 4 تایی برش بخوره این حالتی. حالا من انجام میدم، باز دوباره فیلمشو میذارم ببینید.